علمی که تحت جمع شده است می شود که شما برای ما گویین که خداوند از کجای علم برای شما داد؟ ابن حجر اسقلانی گفتند وقتی که من جوان بودم نزد آب زمزم رفتم، بالای آب زمزم در ایستادگی بود که با کدام نیتی که نوشی؟ حدیث پیامبرمون است. وقتی میگه همین حدیث دیدم فقط این قدر گفتم اللهم زدنی علما، خدای علمی زیاد بودی. همین را نیت کردم آب نوشیدم. گفت گمانم همین میرود که دعای ما در همونجا اجابت شدگیه که خدای مهربان این قدر علم نصیبی من کرده. الله رحمتشون کنم میگه از 4 کتاب خدا، یکی تورات، یکی انجیل، یکی زبور، یکی فرقان یا قرآن میگیم، 4 آیتی را بگیم از هر یک کدامش یک آیتی را بیرون کردن تا که برای ما و شما مقصد از هر کتاب خدا یک مصلحتی بتن، یک نصیحتی کنن. ما میتونیم که از هر 4 امی کتاب چیزهایی را که این عزیزای خدا بیرون کردن گوش کنیم و در حیاتمون اگر تطبیق شونم کنیم انشاءالله